الاحد الصمد. پروردگارا دستانمان را به سوی تو بلند کردیم، از تو مدد می طلبیم. پروردگارا دستانمان را صفر و خالی بر مگردان. یا الله، یا الله، یا الله. پروردگارا الهنا، چه کسی به تو امیدوار بوده تو او را ناامید کردی؟ لا احد، لا احد، لا احد. پروردگارا الهنا، چه کسی به تو پناه آورده تو او را رها کردی؟ لا احد، لا احد، لا احد. پروردگارا الهنا، چه کسی بر تو توکل کرده تو او را تنها گذاشتی؟ چه کسی به درگاه تو توبه کرده تو او را به ابلیس تسلیم کردی؟ چه کسی طالب رحمت تو بوده تو او را عذاب دادی؟ چه کسی خواستار وصل و قرب تو بوده تو او را از خودت دور کردی؟ لا احد، لا احد، لا احد. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. پروردگارا الهنا، ما همه بندگان توییم و تو رب مایی، همه به رحمت تو و نصرت تو و حمایت تو امیدوار بوده و هستیم و خواهیم بود. پروردگارا الهنا، تنها امید ما تویی، تو ما را از درگاه خودت ناامید مگردان. ای امید همه بندگان منقطع و بیچاره و درمانده. پروردگارا الهنا، ما غیر از تو ربی نداریم، اما تو غیر از ما بندگان زیادی داری. پروردگارا ما را به خودمان وا مگذار. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. پروردگارا الهنا، نگاه به بدی ما مکن، همه بد کردیم، لیکن نگاه به خوبی خودت بکن و بدی ما را در خوبی خودت محو بفرما. پروردگارا الهنا، تو قادری که ما را بیامرزی، پس ای قادر توانا ما را بیامرز. پروردگارا الهنا، تو قادری که ما را رحم کنید و کسی نمیتواند مانع تو شود، پس پروردگارا ما را رحم بفرما. ای ارحم الراحمین، ای ارحم الراحمین، ای ارحم الراحمین. پروردگارا الهنا، نگاه به گناهان بی حد و حصر ما مکن، نگاه به رحمت بیکران خودت کن. پروردگارا الهنا، آمرزیدن مطیعان چه کار است و کرمی که به ما گناهکاران نرسد چه مقدار است. پروردگارا الهنا، ما راضی به رضای تو هستیم. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. پروردگارا الهنا، اگر تو از ما راضی باشی، همه دردها و سختیها و مصیبتها قابل تحمل است و همه تبدیل به نعمت و رحمت خواهند شد. پروردگارا الهنا، از ما راضی باش.